یه سر به فروشگاه بالدی بزنیم. همونجوری که توی ویترینش دارید میبینید یکم حالا هوای بهاری به خودش گرفته، ولی همچنان انواع بوت و کفشای زمستونی توی قفسه ها هست. اولین چیزی که نظرمو به خودش جلب میکنه این کتوناست. رنگ صورتی با بنده صدر رو خیلی دوست دارم. قیمتی 179 داره که الان میشه حدوداً 4,296,000 تومان. بالدی یه برندیه که اورجینالی ایتالیاییه، جزو برندهای فست فشن محسوب میشه و انواع کفشای زنونه و مردونه و بچگونه، بوت، صندل رو دارن و در کنارش کیف و اکسسوری هم دارن، ولی تخصصی کارشون کفش. تو قسمت اکسسوری های کفشا یه سری بندای کفش هستن که هم شاین داره و هم ساده است که من خودم ساده هاشو خیلی دوست داشتم. اینجا یه سری مهره ها هستش که شما میتونید داخل بند کتونیتون بندازید و کامل میتونه ظاهر کتونی رو تغییر بده و خیلی قشنگه. از بخش صندلا ترجیح میدم که خیلی سریع عبور کنم، چون دارم یه سری کفش قشنگ اونور میبینم. این کفش خیلی به نظرم قشنگه و حیف که فصلش گذشته. قیمتش 215 لاریه. هم رنگ کرمش و هم سرمه‌ایش خیلی قشنگه. این کفش قیمتش 169 لاریه. این کفش جین عروسکی هم که به نظرم خیلی بامزه است. قیمتش 149 لاریه. یه سر بریم به کیفا بزنیم. کیفای حصیری و مناسب استایل تابستون هستن و به نظرم قشنگ بود. با استایلای تابستونی قشنگ میشه. قیمتش حدوداً 69 لاریه. این یکی آف خورده و قیمتش 80 لاریه.